شدی، تو سفر شدی در مقابل آمریکا. اگر من بیرون شم این نیروهای کثیف آمریکا رو بزنم و به جهنم بفرستم. تو میایی، تو مسلمان میایی پیش روی من را میگی من چگونه به تو رحم کنم، چگونه به تو شفقت کنم. او به پیامبر من توهین میکنه، او به رهبر و آقای من توهین میکنه، او زن لختر میاره میگه این خدیجه و عایشه، او به مادر من توهین میکنه. تو امروز چگونه از او کافر دفاع میکنی؟ رئیس جمهور بس از خدا بترس، وزیر از خدا بترس، کابینه از خدا بترس، والی و قماندان از خدا بترسید، از خدا بترسید، جواب دندان شکن بدهید.